استاد جان، من سال پیش روزه می داشتم که دورو می کردم. دوروی سنوب برای بینیم. از صبح که حمله دار بودم نمیتونم خیلی بینیم محکم می شد. یک ماه من خیلی روزه داشتگی. این سال می فهمم که وای روزه همی شکست است. درون به می رفت از بینی وقتی می چکندید یا فقط نفس می گرفتید؟ بینیم پول محکم می شود، هم نمی چوشه بعد کشاده می شود. خیلی وقتی می شود که گلی هم خیلی چوست می کنید. رفتنش هسته. اگر ندانسته کرده باشد الله بخشنده مهربان است خواهرمنیجه، ولیکن از طریقه بینی همه می دانیم که راهی کشاد راست به میده هست. وقتی که از طریقه بینی گذشت روزه رو میشکند و در نزد 4 مذهب هم هر چیزی که از منفذ یا راهی داخل شوی به درون درآمد، چی دارو باشه چیزی دیگر، روزه رو میشکند. بعضی از علمای هستن که میگوین مادامی که اون تماما خوراک نیست و همون گونه که بینی رو وقتی می افشانی، یعنی در طهارت خیلی میدونین ما به بینی آب میگیریم و می افشانیم. بعضی علمای معاصر به نزدیکی در نوازل روزه یا گفتیم مسئله های معاصر روزه خوندم که جمعی از علمای عربستان سعودی نوشته بودن. اونجا نوشتگی است که وقتی که تو به بینی آب میچکانی برای کشاده شدن بینی، همون مقدار آبی هست که تو وقتی افشانیدن میگیری و در وقتی بینی رو افشانیدن خواه و ناخواه کمی از ذره های آب به بینی میرود. و یا اینکه وقتی گلو رو میچکانی، همون داروهایی که بعضیا برای دیق نفس میزنن عیناً مانند همون به گلو چک کردن آب در طهارت است. انشالله به روزه ضرر نمیکند. مادامی که ندانستید و بعضی انشالله فتوای معاصر است، باذن الله به روزتون ضرر نمیگیرم. سوالتون را خواهر فرزانه بفرمایید. خب استاد، سوال یکم این که پسر من 11 ساله نماز خونی از سر کردگی الحمدلله 1 سال شد. وقتی که نماز میخواند سوره که از یاد کرده است، سوره نه از یاد میتیم کمتر مشکلی میشود وقتی نماز خواندن. وقتی نماز خواندن آیا اجازت هست که یگان آیت چه پرتو یگان خطای جلی کرد من اصلاح کنم یا که بعد نماز خواندن اصلاح کنم شه؟ نمازهای فریضه است یا نماز تراویح؟ فرضم هست. نگاه کنه نمازهای فرض به جدی دقت دهند. در نماز فرض به خطاگی راه ندهند. دیده و دانسته به خطاگی راه دادن یا میدونی که تو خطا میکنی آن رو خواندن درست نیست. هم خشوع نماز رو میبرد، هم تماما در نماز فکرت هر طرف میشود. در فرض فقط سوره‌ای که به اون یعنی مطمئن است آن رو بخوانند، اما در سنت یا اینکه در تراویح میتوانند بخوانند، یعنی تا اندازه‌ای که به خود باور دارند و حتی میتوانند در نزدشان یک قرآن کشاده مانند. همون سوره که میخوانند خواهر فرزانه من تکرار رو بسیار همیخل میکنم. وقتی که یگان سوره شک دارم سوره رو کشاده میمونم در قرآن میخوندگی چیز که اگر یک به خود شک کلان کردم یک بار نگاه میکنم، هم در ذهنشان میموند، هم انشالله به نمازشان مادامی که نماز نافله یعنی سنت یا تراویح هست ضرر نمیکند. پیشدرا شده میتونن برای که وقتی پدر و برادرش که میخونن میگن من پیشدرا میشم. نماز فرض به نمیتوانن اما نماز تراویح میتوانن. به نماز فرض به بلاغت نرسیده کودک نمیتوانن. سوال دویمم استاذه، به نزدیکی به سفری راه دور رفتنیم استاذه 100 کیلومتر دور من چه کنم؟ همین نمازهای من تراویح میخونم، نمازهای فرض قصر خونم یا که پورا خونم؟ نمازهای مادامی که از 100 کیلومتر دور است یعنی نامش سفر است، شما همین که از شهرتون بیرون شدید نمازها رو قصر میخونید. پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه قصر خوندن، یگان بار در سفر قصر رو ترک نکردن. اگرچه مثلا در مذهب امام مالک و امام شافعی میگن رخصت است پورا خونی هم گناهگار نمیشوی، ولیکن سنت این است که شما قصر خوانید. اما مسافر میتواند نمازهای نافله چقدر که خواست خواند. شما میتوانید تراویح خواند، یگان باکی ندارد اگر در مدت رمضان هستید، اما فرض ها رو همش را قصر میخوانید و سنت ها رو نخواندید، یگان باکی ندارد. لیکن گفتید من سنت رو هم میخوانم، اونجا هم ان شاء الله اجرتون رو میگیرید. خب ممکن یک سوالی با ضرور است در همین موضوع. شخصی که الرژی دارد وقتی که الرژیش که قبل بسوزه
نفسش میگیره، خیلی نفس تنگی کم میشه. و ایرزول هست که هوایی که اگر ده هم نفسش بزنن سر میکرد. آیا اگر هم خیکرد روزش شکستگی حاضر اینا به همین سوالتون مانند بود. سوالی خواهره که پیشتر بود ببخشید. اینجا خواهرم اگر به کتاب های فقه قدیم نگاه کنیم مادامی که از گلو زدند و به داخل یگان چیزی رفت روزه میشکند. لیکن من به نزدیکی نوازل سیام یا گفتیم مسئله های معاصر و زمانوی روزه را خواندم که جمعی از علمای عربستان سعودی نوشتگی بود. اونجا نوشتگی هست که به بین دارو چکانیدن یا به گلو از همون برای راه نفس را کشودن به خوخ میگن، با عربی نفس کشو زدن میگن. عیناً مثل همون آبی هست که ما در وقتی غسل گرفتن یا طهارت کردن بینی را میچکانیم یا گلو را از آن فرو نمیبرد، شاید یگان ذره رود و این میگه در شریعت اجازت داده شده است. برای همین حتی روزدار باشیم در وقت غسل و در وقت طهارت بینی را میچکانی، خوش رو آب میگیری به گلو هم و به همین قیاس کرده میگن انشالله به روزش ضرر ندارد. اگر ضرور باشن استفاده برند، اگر ضرور نباشن تقوا کنند و استفاده نبرند برای راهی نفس را کشودن، چی اونهایی که ضیق نفس هستند چی اونهایی که حساسیت یا الرژی دارن. و انشاءالله که به همین فتوا اگر نگاه کنیم به روزشون ضرر ندارد. آخران سوالم استاذه در این نماز میشه 12 رکعتی که میخوانی که تا 2 رکعت یا 4 رکعت چخوانی یگان کار ضرور برآمد برای با گشته با بخونی یا که نماز ضحی خواهرم نماز ضحی 2 رکعت است. خواهر مهینه میکروفونتون رو محکم کنید یا اینکه من از کاملا از چی بیرون میکنم، از اون بیرون میکنم. 3 بار به من خلل رساندید. خواهر فرزانه نماز ضحی کمترینش 2 رکعت است. در زیادترینش یعنی بعضی علما هستن که میگویند 8 رکعت، بعضی ها میگویند 12 رکعت هست. برای همین شما اگر 2 رکعت خواندید هم ثوابش رو میگیرید، 4 رکعت خواندید هم ثوابش رو میگیرید. یعنی چیز صحبت کردن خواهرم چه خیلی گفتم شما با همدیگر کلا نامحرم میشوید، اما با نامحرم در مسئله های ضروری حتی شوهر پیشترت باشد هم صحبت کردن جایز است. مثلا در وقت خرید و فروش، در وقت امضای یگان حجت یا با استاد مثلا فرزندت کجا رسد پدر فرزندت. درباره زنی طلاق شده یا مردی که زنش رو طلاق میدهد، چی در سوره بقره باشد، در آیات های طلاق، چی در سوره طلاق باشد، پروردگار میگه ولا تنسوا الفضل بینکم، شما فضل رو یعنی خوبی هایی که با حد گذرانیدید آن رو فراموش نکنید. و این چونین در سوره طلاق میگوید اگر زنی اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم آیت شروع می شود، در دوامش میگوید و این تأثرتم فسترضع له اخرى. بعد از طلاق زن شما باید به کودک شما شیر دهد و اگر زن پول زیادتر طلب کرد زن دیگر شیر دهد، اما با هم مصلحت کنید. یعنی پدر و مادر که هر دو از هم جدا هستید با هم مصلحت کنید که چیکار میکنید، کودک از همین مادرش شیر میخورد یا نه. یعنی این آیات ها دلالت به آن میکند که خواه و ناخواه در مسئله چیزی تو با شوهرت صحبت میکنی، اوره او با تو نامحرم است، با او مثل مردی عادی به حجاب یا گفتیم از آداب بیرون همچون یک محرم خود صحبت نمیکنی، اما مسئله های ضروری رو صحبت کردی، اصلا به این گناهگار نمیشوی. اصلا به این گناهگار نمیشه. برعکس بعضا فرض است که در بعضی از مسئله های فرزند همراهی پدر شما صحبت کنید و یک جهالت است که بعضی مردها مثلا میگن با پدر فرزندت تماما صحبت نکن. بعضی مسئله ها هست که با پدر فرزندت اگر تو مثلا شوهر دوم کرده باشی علاج نیست که صحبت نکنی. مثلا دخترک وقت شوهر میکند از همون پدری که مثلا مادرش از او جدا است باید از او روزگی گیرد، یا بعضی مسئله ها هست که اونجا ولی اساسی پدر است و به اجازه پدر نمی شود و مادر حتما در اینجا باید در صحبت باشد، ولی در حدود شریعت و چه خیلی گفتیم در حدود آداب.
خواهر رومیسا جوابتان را گرفتید انشالله. هم زوم نویستگی خواهر شما بفرمایید. والله شما بودم خیر نه؟ خواهر محمد درباره اینکه من نیت کردم گفتید نیت حبیب شما سوال ندید خواهرم. من 3 بار نومتان نگرفتم دیگر های مونت سوالش دهد. گفتید من نیت کردم ولیکن بعضی شبها خسته میتوانم بعضی مادامی که نیت کردید انشالله گناهگار نمیشوید. اگر نظر میکردید که من حتما میگیرم یعنی به الله وعده میدادید و خسته نمیتوانستید در اینجا کفاره قسم باید میدادید ولیکن فقط گفتید انشالله من میخزم شبها رو شب زنده داری میکنم ولیکن چیز سبب شد و نتوانستید یعنی بعضا با این انشالله گناهگار نمیشوید. یعنی به قدر توان حداقل 1 ساعت 1.5 ساعت اگر تمام شب زنده داری کرده نتوانید هم بیدار شوید انشالله اجرش رو میگیرید. یعنی پورا نمیتونم شب زنده داری کردن یعنی در شبونه 1 ساعت 2 ساعت خواب میکنم. با این هیچ گپ ندارد. بعضا 1 ساعت 2 ساعت خواب نکردید تماما لذت عبادت را نمیچشید. یعنی جسم انسان تماما از کار میرود از حال میرود. انشالله به این باکی ندارد. من میخواستم یک شخصی یعنی از شما پرسم اگر دیده باشد آیا برای شما میسر شده است همین که یعنی همین 10 روز رو پورا شب زنده داری کرده باشید بخشش برای موتیواسیون یعنی چگونه به شما میسر میشود اگر همین خواهرم روزش کمی زیادتر خواب میکنم من روزش کمی زیادتر خواب میکنم یعنی روزانه میشود که مثلا من امروز 2 روزه که مثلا شب زنده داری کردم خیلی داری شدم روزانه بعد از وقتی که همین آفتاب برآمد بعد 5 ساعت تا وقتی پیشین خواب کردم به این گناهگار نمیشه؟ نه نه گناهگار نمیشه. روزی رمضان رو بیهوده صرف کردیم گناهگار نمیشه. هم شب و هم روز بیدار استاده نمیتواند انسان. خلق الانسان ضعیف و انسان ضعیف است به خواب نیاز دارد. خواهر مهینه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. از برای الله دوست ندارم. احبکم الله الذی احببتنی فیه. استاد جان میگفتید که امین روز از کار اومدم و داشتم خوابم برده است خستم 1 ساعت پیش از نماز عصر نماز پیشین رو نیت کردم. نماز پیشین رو نیت کردم خوندم بعد نماز عصر شد. وقتی که در نماز عصر ایستادم بعد در خاطرم اومد که من نماز پیشین رو همچون نماز عصر 4 رکعت خوندم تمام. اكو نمیدونم چه خیلی کنم که روز عصر در اومد با عصر خوندم یه بار دیگه. سنتش رو میتوانستید بعد از عصر خونید. سنت را برای ترک کردن انشالله گناهگار نیستید باذن الله. اما اگر سنت را یکی نخواندید همین گونه وقتها خیلی با هم تنگ آمدن شما میتوانید سنت را بعد از عصر خونید که پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه خواندن. یعنی در حدیث صحیح آمده است از ام سلمه که پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر گروهی که وقتی که می آید به نزدشان سنت پیشین را نمیخوانند و پس از عصر میخوانند. اكو پیشین درست شد. انشالله درست است. اما شما نیتی پیشین کردید میخیر؟ نیتی پیشین البته تمام نیتی پیشین کرده باشید. نیتی پیشین کرده باشید باکی ندارد کمی دیرتر خواندید. استاد جان میشه به قدر رو میشینی سحر باید تا آفتاب برآمده نشینیم اگر که مثلا بامداد مونده میشیم بامداد خانم و بیرون حالی کم در تاریک تر است خواب رویم هم دریافت کرده میشه به قدر رو سلامون هی حتی مطلع الفجر است در آیت و تا دمیدن صبح هست شب قدر. بعد از اینکه صبح دمید شب قدر به پایان میرسد و اگر انشاءالله خواب رفتید باکی ندارد ولیکن همیشه میگیم که برکت بعد از بیداری پس از بامداد است ولیکن به سبب شب زنده داری که نتوانستید و یک بار خواب رفتید انشاءالله باذن الله شما تا سحر که استادید شب قدر را دریافت کردید. پروردگار عبادت های شب قدر را برای همه ما نصیب کند. خواهران عزیز آمین جزاک الله و ایاکم. خواهر مسلمه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. استاد جان هستی؟ الحمدلله بفرمایید. یک خواهر اسلامی سوال داده بودم برای من.
و یا در همین ماه روزه نیت کردگی بودیم. بعد شوهرشون هم خوابگی دعوت کردگی نو رد کردگی نو اکو هم خوابگیش شدگی من کنیم چیکار کنم حیران بموندم. روزه نیت کرده بودم روزم قضا شده شکست. خواهرم اگر زن هم در این حالت راضی باشد هر دو کفاره میدهند، هر دو برابر، یا 2 ماه پای در پای روزه میدارند به یگان روز در مابین ایستادن، یا 60 قم بغل را سیر میکنند. 60 قم بغل را سیر کردن با خوراک پخته یا اینکه خامش 1.5 کیلویی سری هر یک قم بغل، یا یک غلام آزاد میکنن که در زمان ما غلام نیست. اگر مرد یعنی زن تماما راضی نبود و از روی اجباری یعنی مرد مجبورش کرد، اینجا زن فقط قضای همون روزش رو میگیرد، مرد کفاره میدهد. نه اگر زن مجبور نبود یعنی مجبوری هم تو حد دارد، در این وقت زن هم شوهر هم کفاره میدهد. و دانسته مونیم که همخوابگی در روز رمضان از گناه های کبیره است و کفارش رو حتما باید بدهند. بعد رمضان دهن هم می شود، هم مرد هم زن. و ایاکم 244 نوشتگی خواهر، شما بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله، بفرمایید. زوزا جان یک چی پرسیدنی بودم. همه آچمشم آدم کشی حج رفته آمدن در بعد در همونجا اقتی همون خمخوابگی هاشو میشنم. بعد همونجا در بین گپ میاد که یعنی که در خانه وقتی صورتی مثال اوچت باشد یا که اوتت باشد یا که کودکا باشد همین گناهگار میشه؟ آویزان کرده باشد گناهگار میشوید. آویزان باشد در اطراف خانه، اما در داخل البام باشد یا جیوان باشد نه نماید، انشاءالله باکی نیست. یعنی که در آویزان نیست یا رمکه کدگی هم تو پروست موندگی هسته؟ رمکه در کجا است؟ آخر مردم درایت به خانه میبیند آن رو یا در داخل جیوان؟ گناهگار میشوند. به این باید پوشیده باشد. به آن خانه فرشته هم داخل نمی شود و حتی فقط در یک پردچه که صورتی جاندار بود پیامبر داخل نمی شوند به آن خانه. خواهر عمر بفرمایید. و یکم عمر عبدالرحمنوف، شما بفرمایید. صدا تو خیلی پست است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله خوبین؟ الحمدلله خواهرم، بفرمایید. بعد چندین سال میاسر شد که شما صحبت کنیم. سلام باشید. یک سوال داشتم، سوالم بسیار بود، یک چیز فراموش کردم. یک سوال داشتم که رایتی ژلاتین اکو میدونیم ژلاتین خواستمش برای خورده هستیم خیلی مرمالات هستیم مددی نوبت دفعه حواس میکنن مثال نمیتیم انا میفرستیم حلال نوشتگی و از دولتهای مسلمانی که نه تاجیکستان از بکستان نوشتگی همون رو ما گرفته همون دمش میتونیم که کده حلال میشه. من خواهرم از ژلاتین هایی که حلال نوشتگی هستند منشأش یا جای استحصالش کجا هست هیچ خبر ندارم و پیشترم گفته بودم که ما در یک زمانی خیلی فریب قرار داریم که به همه چیز حاضر حلال می نویسن. شما اگر 100% باور کنید که این حلال است از یکان آدمی یعنی فروشندش باوریناک 100% یقین کردید آره ژلاتین حلال می شود وقتی که حیوانی که از آن تیار کرده شد حلال است، ولی که شما نمیدونید فقط حلال نوشتگی هستند میگویند که این در کدام دولت است و باوری ندارید شبهه هست، برای اینکه خیلی که گفتیم حاضر به همه چیز قریب که سرتیفیکاتی حلال میدهند، ولی که اینجا الان ژلاتین رستنی و ژلاتین حیوان‌های آبی تیار کرده استادن. ژلاتین حیوان‌های آبی ان شاءالله همش حلال است و باکی ندارد. شما اگر کفت کرده توانید که 100% از ازبکستان است و از جایی که گاو رو حلالی با طرز شرعی میکشن آره استفاده برید باکی نیست. یعنی ژلاتین رابطگی دارد به همون حیوانی که از آن گرفته شده چه خیلی آن را کشتن. خواهر سلامت باشد.
خواهر رابیه بفرمایید. برای ما دعا کنید ایمانمون مستحکم کنه. آمین. پروردگار ایمانی هممون مستحکم کنه الها در شب‌های مبارک در اطاعت و طاعتش باشه. و یک رابیه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال من آیدی فیدیه بود استاد جان. یک 2 روز پیش فیدیه رمضانی کهنه داشتم. همون باز فرزندم که عین حال نمیتونن از سبب سلامتیش همونه بعدی همون 2 گینچه آرد دادیم. یک تاش رو با خیشای خودم شوهرم دادرشون که اون کس معیوب هستن کار نمیکنند، اویله دار و 2 فرزند دارن با اونو دادیم. و یک دیگرش رو در دی همون یک زنی از همه کم بغل هستن، اون کس 4 فرزند دارن، فرزندو همشون معیوب و شوهرشون در حیات نیستن. و اون خدا رو من نمیدونم نماز اهل نماز هست نیست، انیق نمیتونم شاید باشه و انیق میدونم که دادر شوهرم اهل نماز نیستم، نقصی عقلی کمتر دارم. من همین بود که درست است این فیدیه من خواهرم فیدیه را باید به مسلمان دهید و برادر شوهرتان ناقص العقل باشد، برای او نماز فرض نیست. آدمی که عقل پوره ندارد دیوانه است، برای او نماز فرض نمی شود، او مثل کودک حساب می شود اگر در حقیقت از ناقص العقل ها باشد. و برای او داده انشالله با که ندارد فرزنداش می خورد. و برای اون زن مادامی که زنی تاجیک هستن زنی تاجیک هستن خیلی امیدوار هستیم که از اهل نماز باشن و به نماز در نزد جمهور علما بجز بعضی از قول علما یا مذهبی اون هم در قول از مذهب حنفی اونی که از روی تنبلی نماز نمیخواند او در گناه کبیره است اما کافر نیست انشالله. یعنی شاید سبب فدیه شما کتی ها انشالله صحیح هست با که نداره. لیکن اون خاله رو 4 فرزندشون هم خیلی ناقص سلامتی بعضیاشون میدیدیم در کوچه به حال. فهمیدم خواهرم. خواهر فاطمه بفرمایید. خواهر فاطمه بفرمایید. فاطمه با تاجیکی نوشتگی. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خواهر فاطمه نوشته که شما میکروفونتون رو محکم کنید صداتون خوب نیست. فاطمه نوشته که با ا شما بفرمایید. نیستم. خواهر مریم جان شما. السلام علیکم سیرو جان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. به حق ما دعا کنه داری همین بورد سیرو جان. من امی دندان چرم پلمبا همون دارومون مزش داده هم تلخ شد. سیرو جان چیست؟ فرو نبردید؟ نه مزه باشد با که ندارد. خوراک را چشیدن ممکن، آب هم مزه دارد. یعنی کاش در وقتی رمضان اصلا به دکتر دندان نزدیکی نکنیم، لیکن بعد که کردید مادامی که فقط طعم آن را شما حس کردید، طعم را حس کردن روزه را نمیشکند. آب هم طعم دارد، با آب شور شیرین می شود طهارت کرد، انشاءالله طعم روزه را نمیشکند. گفته استادم که اگر به کتاب های فقه حنفی یا مذهب 4 مذهب نگاه کنید همه نمودی اوکال روزه رو میشکند. حاضر بعضی علما هستند که اوکال رو از اوکال فرق میکنند. اوکالی که همچون غذا به بدن داخل میشود، اوکالی که برای مثلا خیلی گفتید کرخت کردن یا بی درد کنی هست. بهترش تماما استفاده نبرید، اما مادامی که استفاده کردید انشالله فقط به خاطر درد رو حس نکردن باشد. امیدوار هستیم که روزتان نشکند. و یکم مریم بفرمایید. مریم دیگر. نیستن؟ ها بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. معلمه جان یک سوال داشتم. آدم گمشیده در فدیه میتین؟ کسی که شما نمیدونید زنده هست یا مرده است؟ نه برای فدیه نمیدهید مادامی که نمیدونید که او هست یا نیست. شاید او هست و روزه میگیرد، یعنی حالی که
همه جنگی همین اوکراین رفتگی ناپدید شدگی همراه مدش میخواد که فدیه روزه هوایی بتیه مردم او نمیدوند، حالی هنوز نمیدوند زنده است یا نیست و کدام فدیه رو میدید، کی از دنیا رفت، روزه های پیشترش است یا حاضر است تا یک حالتش معلوم شدن نمیدهد. یک سوال دیگر داشتم. آدمی امی مسلمان نماز نمیخواند و گفت آدمان ای تنبلی کار بسیار داره، همراه فطر روزه بتیم نشود؟ بهترش ندهید، به بی نماز بهترش ندهید. فطر روزه رو هم، فدیه رو هم، زکات رو هم بی نماز بهترش ندهید. ولا یاکل طعامک الا التقی، یعنی خوراک تو رو باید اهل تقوا بخورد، مگر اینکه شما امید داشته باشید که با گرفتن فدیه شما یا فطر روزه شما این اهل نماز می شود، اما اهل نمازی محتاج خیلی زیاد است، بهترش به اهل نماز دهید. معلمه جان بخشش سوالی دیگه داشتم. 2 سال بعد همه فراموش کرده که زکات بتیم همون 2 سالش باید آره 2 سالش رو میدید و در گردن شما قرض میستد، چون زکات قارم حق فقط الله نیست، اونجا حق قنبغل ها هست. شما گویا مالی یک قنبغل رو در خود داشته استادید، 10 سال نداده باشه 10 سالش رو هم میدهید، 2 سالش رو هم حساب کرده میدهید. سلامت باشید. ریحان نوشتگی خواهر. بله سلام علیکم استاد جان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان در مسجد، در جای ما در مسجد ترکا تراویح میخونن، زیاد زود میخونن. بعد در مسجد ترکا تراویح نمیخونن، ختم میخونن. امیره کدامش دبرم کدامش خوبتره؟ چون که قدایش میرم فکری شدم. جایی که ختم هست و درود روز خوش رو میخونن به اونجا روید البته. بله یعنی نیمی 15 روز همه گیشه دام جا رفتم و بچه ها اونجا دو رای گفتم بوده کارا که میبرم ختم. اگر برای رفتن عذاب نکشیدید حتما به جای روید که با خشوع میخوانند و آرام میخوانند، در آنجا ثواب زیاد میگیرید. اگر علاج نیست گفتید بعد کودکا هم از مسجد بهره مند شوند و برکت رمضان هم در مسجد است، کم باشد هم از مسجد به بهره نمانید. من میگه در جایی که به حضور میخوانم اونجا بخونم. با یک سوال دیگه همین بچه ها را میگن که در مسجد ترکا نسکی پوشیدن حتمی است. همین برای مردان نسکی حتمی است. آن برای تازگی است، نه برای همچون فرض. برای تازگی مسجد آن را میگن، برای فرض نه. نه آره این فقط برای تازگی مسجد را رعایت کردن میگن. بله. با سوال دیوم ما در امی اروپا از طرف بودکو برای ما پیسه میتن سوم میتن بخاطر نگاه بین همه از حق بودکو ما میتونیم برای خیرات کنید. فطری روزه کودکا رو از اون دهید، اما خودتان هم پول گیرید، این خودتان رو یعنی فطری روزه خودتان رو از پول خودتان دهید و خیرات رو هم از پول خودتان دهید. از پول کودکا یک مقداری کمه که یعنی کودک ضرر نبیند، به خاطر برکت کودک، سلامتی کودک که خیر هم سبب دور شدن بلاها می شود، خیر هم سبب برکت خونه می شود. یک کم از آن داده می توانید، اما پول خود را یک طرف مانید، تمام خرج و خراجات رو از کودکا کنید، این کار درست نیست، این خیانت است به امانت فرزند. برای ما نمیتن، برای ما میتن، برای من یک مقدار میتن، اوقات زیاد نمیرسه. اگر که بگم که فطر روزه همه که ما نبودم شاید نه من به شما گفته استادم که فطر روزه کودکا رو از پول خودش دید، از آن خودتان رو از درآمد خودتان. اگر پول کودکا قربانی کنن درسته؟ باکی ندارد انشالله. آره قربانی کردید انشالله ثوابش به همتان میرسد، پول همچون اهل بیت خانه انشالله. بعد کسایی که زکات میتین امی حاضرش ده کار نمیکنن، همین پول کودکاشون زکات بتین اجازه دارن؟ خواهرم زکات مالی تو کار میکنی نمیکنی، تو شوهر داری نداری، تو یتیمی نیست. هر کسی که پولش در شریعت
کودک باشد کلان باشد فرق ندارد. به 85 گرم طلا رسید برای او زکات فرض می شود. او در کدام حالت هست؟ یعنی مهم او قرضدار نباشد. برای اینکه بعضن که تو در دستت پولی 85 گرم طلا هست اما تو یک قرض داری که پولی در دستت بوده همه اون قرض را میپوشاند. مادامی که قرضدار نیستی و تو در خونت پولی 85 گرم طلا رو 1 سال است که داری، کی نباشی هم خانه داری نداری، شوهر داری نداری، بزرگ هستی، حتی دیوانه باشد هم اولیای او یعنی پدر او یا سرپرست او از آن پول 2.5% آن را زکات میدهند. و یقین بدانید که زکات این عبادت الله هست، حق الله و حق بنده های الله هست. با دادن زکات انسان فقط بای میشد و غم بغل نمیشود. بله تشکر زیاد. این سوال اول سلامت باشید. خواهر حسنیه بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان سوالی من همین که هر ماه من 7 روز عادت میدیدم ماهانه میشدم، همین ماه روز شدم غسل کرده برام یک بار همون شب قرآن خواندم، تراویح خواندم، نماز نه ساعت دو بود دیدم که ماهانه آمده با سرخه خواهر حسنیه صداتون علاج نیست. خواهر حسنیه علاج شما رو شنیدن نیست. صداتون کنده کنده آمده استاده است. یک هست یک نیست، یک هست یک نیست. خواهر خدیجه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. آره بفرمایید. استاد جان من در همین چی هستم؟ اعتکاف هستم. همین خیلی زنها خیلی با مشقت نه روی نه شوی نه پذیر نمی شود. همین نمیدونم که روزی اول نیتم 10 روزه نبود و بخز از نیتم گشتم، چون که یک روز برای که خیلی با شوهر نصیحت کردیم گفتم وای از شام تا بامداد شینه در مسجد. من گفتم خیلی خودم بوده که بخچه میبرم میارم برای وای کمتر خوب رود، با از طرف کار شدم وای نکردم، اختیار خودشان نیکی جواب کن. بعد یک روز برای من آمدم خیلی با خلاصه وای همین فکر در وقت در سرم آمد که گوده که نبرم صدیق. بعد خلاصه چی کردم همین گوده که خیلی نبردم و شوهرم خیلی رفت بای مسجد میشه من خونه ده نه خیسه خیلی همین چی خیلی گوده که روزه دارو با گوده که مایده دارم و زودتر سوال رو میدید خواهر خدیجه. یعنی شما در اعتکافت سوالتون چی هست درباره اعتکاف؟ برای همین اعتکاف همین کارهای خونه را میگو میکنیم یگان ضرر نداره در شما از مسجد برآمده کارهای خونه را میکنه؟ نه ما در خانه در خانه اعتکاف وجود ندارد خواهر خدیجه. اعتکاف در خانه نمی شود. اعتکاف و انتم عاکفون فی المساجد، در مسجد اعتکاف می شود. شما از مسجد اعتکاف گفته در آمدید، همون لحظه که از مسجد بر آمدید اعتکافتون شکسته می شود، یعنی ویران می شود. من در خانه نیت کردم از خانه آخر ممکن نیست همین چیز خواهر خدیجه. این خیلی چیز وجود ندارد در شریعت. کاری که شما کردگی هستید از شریعت نیستید. از خون نه اعتکاف محلش مسجد است. همسران پیامبر در مسجد اعتکاف می نشستن. اگر در خانه جایز می بود یکم شده زنای پیامبر در خانه اعتکاف می نشستن. اعتکاف جایش مسجد است و شما در مسجد باید بشینید. شرایط مسجد اولش که اینجا یک مسجد اگر این خیلی باشد خیر نیست خواهر خدیجه. اگر شرایط مسجد ندارید از خودتون اعتکاف نمی سازید. اعتکاف خانگی وجود نداره. رحمت سوزم دیگر هم همین درباره چی بود سوزه امین من نفهمیدم که الله سبحانه و تعالی در همین رمضان میگه که چند بسیاری کسا از آتش دوزخ نجات مییابند. همین من نفهمیدم سوزه جان که این برای مرده ها داخل داره برای زنده ها داخل داره. انشالله برای زنده ها هست خواهرم. برای زنده ها که الله چند آدمای گناهگاری که اصلا جایشان دوزخ است با طلب مغفرت کردن و با عملهای ثواب آنها را از دوزخ نجات می‌دهد و همیشه باید دعا کنیم که خدایا ما را از جمله آنهایی که تو در این شب‌ها از آتش دوزخ نجات دادی. این برای زنده ها هست. جزاک الله خیر. و ایاکم. خواهر پیمانه شما بفرمایید.
پیمان صداتون هست، بفرمایید. استاد جانتون که بچه این آمد گفته خواهر دلفروز سوال بدین. دلفوزه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. که من سوال ماتیم بدید. استاد جان، من از چیز پول میگیرم برای کودکا. من پول کودکا را عدل جمع میکنم، پول شوهرم عدل جمع میکنم. از پول کودکام همین 10-15 هزارش رصد میکنم، به همین خیر و به همین برای کودکا یگان چیز میگیرم، برای آنلاین درسشون میسپارم. از همین سبب از سرش همین 10-15 هزار رو پولش میگیرم و باقی ماندهش جمع کردستم. جمع کردم تا حاضره همون پول کودکا خودش 1.5 میلیون جمع شدگی استاد جان. این عدل جمع کردگی هستم و پول شوهرم کارکردگیشان عدل نی دیگه. در همه خانه و در روزگار فقط همین پول شوهرم رصد میکنیم. ای پول کودکا ما بغیر هم 10-15 هزار که گفتم دیگه رصد نمیکنیم. همین زکات چخل این پول کودکا داده میشود؟ میشود. داره پول کودکا به زکات رسیدگی هست، حساب میکنید 2.5% رو زکات میبرارید، زکات میدید از آن. امون ازیر تا چونه همین 1.5 میلیونی رو نه جمع شدگی در همین دستم نلی چی استادگی. همین عدل نیتیم و اینه پول شوهرم هم قریب 1-2 میلیون شدگی از. آره اگر خواسته جدا جدا دید، مادامی که جدا جدا جمع شده است، جدا از نامی از کودکا جدا برارید، از شوهرتان جدا برارید. از کودکا دادم ممکن است؟ آره من یک دم پیش جواب دادم که حتی مال یتیم هم وقتی به نصاب میرسد، یعنی به 85 گرم میرسد، 1 سال میگذرد، او زکات بالایش فرض است و زکات امر عادی نیست. خواهرا که دهم ندهم گفته فکر کنه. زکات از 3م رکن اسلام است. کسی که این کار میکند از دین خارج میشود. کسی که نمیدهد، پیامبر صلی الله علیه و آله میگن مالهایش روز قیامت و ماری کلان سیاه کل خیلی بزرگ تبدیل می شود و او را بوغی می کند که من مالت هستم، من بودم که تو بخیلی کردی. یعنی خیلی جزایش بد است و حتی سبب بیبرکتی می شود. آنهایی که زکات نداده گریخته می گردن، دور نرفته مالشان کساد می شود. یعنی یقین بکنید با دادن زکات برکت بالای خانه شما می آید. استاد جان همین اصولا ندادگی بودم، ای اصول تو حاضر کنیم وای سال چنده بود؟ وای سال چند پول بود از آن حساب میکنید، بعد این سال چنده شد از آن حساب کرده از هر جاش جدا جدا زکات میبرونید. امین ازی من مثلا ازیر امین 1 میلیونی که هست من مثلا ندادگیم، ای اصول ندادگیم، ای اصول ندادگیم، همین هازی که همین نقدی که هست 1 میلیون همین حساب کرده تیم میشود مثلا. شما وای سالش هم میدید. وای سال چنده در دستتون پول بود از آن میدهید جدا. این سال هم باز یک بار دیگر میده، یک تا داده نمی شود، جدا جدا. وای سال انگیرو اول جدا، این سال رو بعد. 1 سال نشده باشد. نه که استاد جان اصولش همین قدر ندونم که شما تقریبا حساب کنید داخل. خواهرم تقریبا حساب کنید. تقریبا آدم حساب کرده مییابد. رحمت کلام استاد جان. سلامت باشید. خواهر ام احمد بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله بفرمایید. استاد جان من هم سوال درباره همین مال داشتم. یک چند سوال داده بودن که یعنی که در دستشان تقریبا 3 میلیون، یعنی که زیادتر ممکن 3.5 میلیون باشد سوم داشتن، همون سوم رو به دست یک آدم قرض داده هستند. تقریبا همون سومشون 3 سال پیش که دست همون یک آدم در قرض است و آدم معلوم نیست که کی همین سوم میتید. یعنی که 2 سال هست که در همین چی هستند که همون زکات همون مالی که دست همون آدم قرض هست معلوم نیست که کی میدهد. یعنی که چگونه دهن همون زکات؟ در این وقت زکات نمیدهند خواهرم. در این وقت زکات نمیدهند. همون وقتی که به دستشان پول آمد بعد میدهند. تو به کسی زکات پولت رو قرض دادی و معلوم نیست که اون نفر پولت رو بر میگرداند یا نمیگرداند، در اینجا در حالتی مبهم میگن نامعلومی قرار داری. در اونجا زکات نمیدهند تا زمانی که به دستشان پول نآید. یک لحظه.
ام احمد فهمیدید؟ بله استاد جان، یعنی که وقتی اگر به امر الله او آدم سوم داد همین چند ساله که در دست آها بود آره 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 همون 3 میلیون بود به همون از همون آره هر سالش بعد میدین ان شاء الله. خب استاد جان بخشی زیاد یک دیگه سوال داشتم، یعنی که همینجا مردم بسیار مرا بسیار میپرسن یعنی که سیر هست از کو همون سیر استعمال میکنن در درونش چیزی هست که از همون یعنی که از حیوانات میگیرن، یعنی که باید دو بارو یعنی که یک مرتبه دو مرتبه دیگر چیز میشه و یعنی که از یک چیز به دیگر چیز مبادل میگردد، از یک چیز به دیگر چیز مبادل میگردد، بعد به اون سیر داخل میکنن، یعنی که همین چیز خوردنش حلال هست یا نه؟ اون چیز حیوان است اون رو باید بدانم ام احمد. پنیر خودش چیز حلال است اما یگان ماده حرام مثلا از خوک باشد یا یگان چیز دیگر باشد ممکن است. از همون گوشت لحم هست که گوشت لحم حیوانی مایده گرفته می شود، او چیز یعنی که سراکی همون سیر را دراز میکند برای اینکه سراکش در این وقت ممکن است خوردن، در این وقت خوردنش ممکن است برای اینکه اون مال رو به بسم الله کش به بسم الله کش شما نمیدانید. اگر 100% دانید که سیر همین گونه چیز داره میدونم استاد جان، در همین مسئله در این وقت ممکن است حرام است سیر. جزاک الله خیر استاد جان. و یک مگر نمادی سیر باشد که همین گونه است، برای اینکه من یکمین بار خودم شخصا شنیدم که همین گونه چیز وجود داشته است. اگر همین گونه دانید در این وقت ممکن است. استاد جان اگر اجازه بشم همین رو نامش رو بگم که بسیار خواهران همین چیزا البته نمیدونن، یعنی که نامی همون چیز در مسکو همین چیز بسیار هست، малопосвертывающий фермент микробного происхождения هست، یعنی که بعد животного происхождения همین животного происхождения значит حرام بوده است، микробного происхождения حلال بوده است. تمام الله ستم کنن. ام یاسین شما بفرمایید. ام یاسین نوشته خواهر بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد جان. علیکم السلام و رحمت الله. خوب است ان شاء الله. الحمدلله خواهرم بفرمایید. استاد جان سوالی من همین پیشکی اون اپا جانا که سوال دادن، من وقتی که من اروپا اومدم 3 فرزند دارم، شوهرم فی پولی فرزندو در زندگی اومده در کار نیست، ما برای خودشون در آینده در کار میشود و ما همین رو جمع کردیم استاد جان. در تاجیکستان در دوشنبه من 2 خانه گرفتم، هر دوش رو اجاره دادم، یکی دیگه ش گرفتم به نام 3 من فرزندم، ولی وقت خانه ناتمام ما 2 کوارتری که پولی که میگیریم باز با این خانه با میتیدم مثلا پولش 70% دادگیم، کردیت گرفتگی نیست استاد جان، همین 70% پولش دادگیم، یک سال دیگه اون دادگیش یک سال پس گرفتیم، همین ما میتونیم استفاده استاد جان. شما اون خانه رو برای فرزندو در آینده زندگی کردن خریدید یا اینکه گفتید قیمت کرده میفروشم بعدا؟ نه نیتم همین خیلی اول که برای فرزندو تیمولی دختر هستن همینا به مثال دهمینا. در این وقت از اون خانه زکات ندارد، اون خانه جای نشستی فرزنداتون حساب می شود، فقط از همون درآمدی که از اجارهش اگر گرید و به حساب رسد زکات میدید. شما یک خانه دارید برای گفتید من این خانه رو ان شاء الله سال آینده یا بعد از 2 سال میفروشم، از اینکه پولم در خانه باشد بهترش من یک خانه خرم، یعنی به مقصد تجارت اگر خانه خریده باشید اون کالای تجارتی میشد زکات داشت، اما گفتید نه برای فرزندم اونجا زندگی میکند اون خانه زیستی فرزندتان ان شاء الله زکات ندارد. از اول استاد جان همین نیت کردیم که برای فرزندای هستش با فرزندا برای زندگی باشد ان شاء الله زکات ندارد. سوال دیگه اپ جان سوال دادن که در مسکو هم شوهرشون هم خودشون کار میکردین لیکن شوهرشون قرض داره، خودشون پولشون به زکات رسیدگی بوده، همین من میتونم زکاتیم یا قرض شوهرم بدم؟ البته قرض شوهرشون دیم، البته که قرض شوهرشون دیم، برای قرض شوهر قرض خودشان حساب می شود عرفاً در حاضر، یعنی نامردی است که شوهرت قرضدار است تو از اینجا زکات براری شوهر بخبر و یک شوهر اگر مرد دومانی فرزندات رو میگیرن. و یکم خواهر ام احمد به تاجیکی نوشته که شما بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد جان. علیکم السلام. پدرم پسلی قند دارم استاد جان، روزه نمیگیرم، همون کس همین آرد میدهند برای هر یک روزشان 1 کیلو استاد جان؟ آره خوان آرد میدهند، خوان برنج میدهند، خوان خوراک پختگی میدهند، یک مقدار خوراکی که یک مسکین خورده سر میشود، مهم به آدم قم بغل میدهند برای هر یک روز. مثلا حضرت انس ابن مالک
بعد از اینکه سین سالشون از حد گذشته بود در روزه نمیگرفتند و بعد از رمضان خوراک میپختند و 30 نفره به خانهشون دعوت میکردند، 30 قمبغل رو، و 30 قمبغل یک بار خوراک خورده سیر شده میرفت، این فدیه حساب میشد. میتوانند همین خیل کنند، میتوانند نه من خام میدهم گفتن 45 کیلوگرم آرد یا برنج رو خانه یک قمبغل برده دهند، ان شاء الله میشود. جای دیگه میشه میشود داره. استاد جان بعد یک تمام و با محبس اگر همون کس به فطری روزه ها چی مگه میشه استاد جان تقاطن ده آره میشود فطری روزه رو میشود دادن. کسی که در زندان است و مستحق است به زکات گرفتن، فقط که فطری روزه خواهرم بهترینش طعام دادن است، یعنی خوراک دادن است. پول دادن رو هم اجازه میتین، مثلا در مذهب حنفی بعضی اقوال علما هست که پول دادن رو هم اجازه میدن، اما بهترینش چی دادن است؟ طعام دادن است. اما اگر یکی پولش رو جمع کرده دادید به اذن الله به این هم گناهکار نمیشوید. استاد جان یک تقایم قوام بس اگر همون کس ویتری روزه ها حاضر من جواب دادم که ام احمد حاضر جواب دادم به همین سوالتان. سلامت باشید. خواهر سمیره بفرمایید. علیکم استاد جان. علیکم السلام. الحمدلله بفرمایید. یک سوال از وطن، یک خواهر مخلصی که ما استاد جان تماشا میکنن، همه برنامه‌هاتون متاسفانه در آمدن نمیتونن. سلام الله حفظشون کنن. علیکم السلام. استاد جان این خواهر من متاسفانه یک پسری 19 ساله خود را از دست دادن. الله رحمتشون کنه. میخواهم که همین حاضر بینید میدرپشتگی برای خودشون داشته باشین، مثلا نمازهای قضا داشتگی و قضاهای خودشون میخونن. متاسفانه این خواهر پسرشون در عمرش یک مرتبه همین 15 روز گویم در رمضان روزه داشتگی و 15 روز نماز خواندگی تمام دیگه در همین 5-6 سالی که به بلاغت رسید روزه نماز خواندگی نیست جان. بعد همین گفتن که در یک وی پرسیدن در یک استوده تاجیکستان دیگه پرسیدن گفتن که اگر که یک سال روزی نمازهای نخوندگیش حساب کنیم 72,000 سومان تاجیکی می شود. 5 سالش استاد جان 400,000 سومان تاجیکی برای 5 سال نمازی نخوندگیش دادن در کار. یا که اگر همین کم مثال یک کم بغل به یا که هوای همین نمازش خوندگی باشد هوای به مثال 20,000 سومان تی گشته تو بتیت با تو هوای بتیت هم خیلی میتوی که وای کنی. گفته هم خیلی فهمیدین. بعد سوال دادن که همین استاد بپرس که من نمازه خودم قضا دارم و همین قضاگی همین خوندن میشه. خواهر سمیره درباره نماز چیزی گفتید گپی دروغ است. نمیدونم کدام استادان کدام بی سواد این گپ را گفتگی است. برای یک آدمی که بی نماز یعنی نماز نخوانده از دنیا رفت فقط طلب مغفرت میکنید، خداوند گناهایش را ببخشد و از نامش خواستید صدقه میکنید، اما برای اون نماز میخرید 20,000 سومان 70,000 سومان. سبحان الله تماما این گپ دروغ است، یگان اساس ندارد. از نام شریعت این گونه سخن کردن هم حرام است. یعنی نماز خریده نمی شود، برای نماز کفاره نیست. اما برای روزهشان در مذهب حنفی کسی که روزه قرضدار بود و رایانه بیدار شد، کسی که قرضدار بود و از دنیا رفت ولیهایش کفارش را میدین. تمام روزه هایی که از زمانی که برای این برادر فرض شد روزه همش را حساب میکنند، برای هر یک روزش 1.5 کیلو آرد یا 1.5 کیلو برنج حساب کرده میدهد ولیهاش. استاد جان همیشه گفتیم که روزه هاشو حساب کنید، روزه هاشو بعد حساب کرده پول داده میشه. پول داده باشن انشالله اکون داده شده باشن باقی نیست، لیکن اساسا خوراک میدهن، پول نه و خوراک میدهن. بعد استاد جان همین اول گفتیم که اول روزه نه نمازش رد شد که نمازش همین قدر سو میشود. نماز نیست، گپی دروغ است، اساس نداره. یا که پدر مادر خودشون هم خواندن نه برای مرده نماز نمیخونید از نامش، فقط برایش طلب مغفرت میکنید. برای مرده نماز نمیخونید. روزه هست که روزه رو کفارش رو میگیرن. بعد استاد جان همین یک سوال دیگر، همین کارتینکه ها هست که بسیار فقط همین کارتینکه ها فهم میکنن که قضای نماز گذشته پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اگر امتی من در همین آخرون جمعه ماه شریف رمضان مثال
فلان قدر نماز خواند 10 مرتبگی آیت کرسی 15 مرتبگی خواند 400 ساله نمازش بخشیده میشد. اساس ندارد همین کارتینکا خواهرام، همین کارتینکا دروغ است، یگان اساس ندارد. یگان اهل بدعت اون رو برآورده است، هیچ اساس ندارد، باور هم نکنید. قضاهای گذشته رو با قضا خواندن و اگر از دنیا رفته باشد برایش طلب مغفرت کردن انشاءالله کفاره می شود، اما این گونه نماز وجود ندارد. حتی در کعبه که 2 رکعت نماز برابر 100,000 رکعت است، در آنجا 2 رکعت نماز خوانی همه قضاوت کفاره می شود. این گپ دروغ، یگان اساس ندارد. بعد استاد جان فقط دعا میکنن نه آره یگان صدقه کنن در حقش. الله طلب مغفرت کنیم خواهرام، جوان و پیر کسایی که از دنیا رفت ببخشد. همینجا سوال جواب رو به آخر رسانیم ان شاء الله.